من همجا سگا بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم اون طرف یک زنگ اومد زنگ لباس ملیکتی آمده به یگون سبب همین سر کرد صدقه مسلمان باشد تو به نماز تو نو انصاف این تکتا اومدم او خوارم من دیگر نشناسم دیگر نکنم سگ من کتی چیکار داری دیگر چیکار داری و کتی دب کرده کنگتم این تا گفتم یک باره همین اوج گرفت و همین نه پدرم مونده گشنی نه مادرم مونده گشنی همین تحقیر کردن سر کرد و حالا تمام نکرد که من اکن این طرف رفتن بودم یک جوانش آمد این طرف جوانترش آمد تو زویروف وطن فروشو تو خوین ملت تو ازبک اینو و سر کرد همین حس کردم که در قفم یک آدم آمد و کتی اکن من هم تا استادگیم که انا هم تا سرم گردوندم هم تا گردورم اوزی تروبه بینم هم تا آمده شده است هم بازار اسپید کردم دست هم تا کردن که همین اینجا تروبه زد وقت تروبه زدن من اینتا خم شدم که من اینجا بزد دویم او در که من پام همجا جو هست هم تا لب روی ماشین با درمی جو بغلتید یک بار این وقت او در کرده سگم یک بار هور کرده خودش همون پرتوخت خودش پرتوخت این اکو دستمنده یک طرف من پوچکم جو بغلتید دویم طرف این کشول کرد که من غلطیدم که وای همین در قفا بودگی همون گریخت طرف مست با خانه اومدم همجا همون فقط کرختشه حس کردم همین سونه اومده بینم که اینجا این بر اومدگی دست و جا جا کردم اکو همون ورمش گردد همین کتی سوز میشد این کتف زدگی و پشت زدگی همین لیکن من گفتم که من در سال سگ تولد شده از من تیز هم تبابت میشد اینجا ورسی ها با فکرم زیاد میشد این مسئله ها کتی برای که نو سپورشی و مخصوص تیار شدگیش این معلوم است از بس که وای ها نام فامیلی مرا گرفتند خوین ملت و ازبک و پدرانلت و کسافت و دیگر این خیلی گپا آدم ناشناس یا که ناتیار یا ناآماده این خیلی گپای گفتن نمیتوند این چی گپ در دوام 4 سال ولی 4 سال نشده است 11 بار با ҳизби сотсиал-демократи و با раисаш 11 بار ҳуҷум ташкил карда шуд آخر تا این درجه یک جوابگاری هم یک مسئولیت هم بوده گفتم